چرا فرانسه برای سرمایه گذاری مناسبه؟ برای اینکه 8 سال متوالی هست که فرانسه یکی از برترین ملیت‌ها رو در دنیا داره. آیا میشه با خرید ملک و سرمایه گذاری اقامت گرفت؟ بله، شما با خرید ملک و سرمایه گذاری در فرانسه میتونید ویزای تایپ د دریافت کنید و پس از حضور در فرانسه مراحل اقامتی رو طی بکنید. فرق فرانسه با کشورهای دیگه چیه؟ من اینو میذارم به عهده شما عزیزان. مراحل اقامتی رو که طی بکنید و در نهایت به پاسپورت فرانسه برسید، قابل قیاس و مقایسه با کشورهای دیگه و اقامت کشورهای دیگه قطعا نخواهد بود. چه زمانی برای خرید ملک مناسبه؟ الان با توجه به اینکه بانک‌ها وام نمیدن، بهترین موقعیت هست برای خرید ملک در فرانسه. چطور به مجموعه شما اعتماد کنیم؟ شما میتونید همزمان در پاریس و در تهران با ما و مجموعه ما قرارداد ببندید و ضمانت کامل رو از ما دریافت کنید. خیلی ممنون از همراهی شما عزیز.